خبر خوش برای تمام افغان‌ها، اسپانیا مهاجر می‌پذیرد. هموطنان عزیز، وقت همه شما بخیر. امیدوارم که هر کجا که هستیم صحتمند و سرفراز باشیم. سید مصطفی صمیمی هستم با تازه‌ترین خبر از کانال آمازون پرشین در خدمت همه شما عزیزان قرار دارم. دوستان عزیز، این ویدیوی تازه در مورد اسپانیا مهاجران را راه حلی برای رفع کمبود نیروی کاری و محرکی برای رشد اقتصادی می‌داند. یعنی اسپانیا مهاجر می‌پذیرد و نیروی کار نیاز دارد. دوستان عزیزی، خبر را یورونیوز نشر کرده و در این ویدیو قرار است برای شما جزئیات تازه در مورد مهاجرت به اسپانیا معلومات بدیم. اگر دوست داریم که به اسپانیا سفر بکنیم، پس این ویدیو رو تا آخر تماشا بکنیم. تازه ترین اخبار مهاجرت از طریق کانال آمازون پرشین ما همیشه نشر میکنیم. هموطنان عزیز، انشاءالله که خوب باشیم. این خبر یورونیوز تازه ترین خبر عظیمی باشه، یک روز قبل نشر کرده. دولت اسپانیا قصد دارد در